پیش هیکدن ماشینش نگاه میکنه هر جاشا همه جاشا یک نظر میگذرونه اینو بوم مرده اینو بوم مرده یه بچه خوش یکو جاییسو احتیاط که همچه احتیاط من کنم من رئیسم یکو جاییسو هم چرغورا سوز کنیم یک نظر گذرون یا احتیاط که به هر حال نگاه کردن در کار تمام ای کورموند ای چراغا عقفان ماشین توکل به خدا میریم رئیس جون توکل به خدا احتیاط که به هر حال تو من راه احتیاط که ای خفای همین یگان مومن مسلمان باشه ای خفاش هیکدم گه استاد سراسیما نشد سورو جان اوستا نبود تو من ای های نمیکنه باشه دیگه اکا نبای گیر ماشین تکزاره ما یعنی ما گیر ماشین تکزاره عجایب گام بزنی او کجا بگیره ماشین ما در درون حولی ما زنک مردم ده یگان گپی ملایم یگان گپی شیرین گفتن در کارافی چی خیلی ملایم؟ آخی چخیل مطور یاد بتون مثلا گوش کن مرا همین میری پیش زنک بگی که ای جان تو میدونی که من اگر 2 دیل 3 دیل میداشتم هر سش برای تو میزد وو ما گفتی تو معقول میشه ما چند کسا گفتگیم این همیده ما گفتم هم معقول شد که دیدی چخیل دوستم داشتم خیلی گوش کن اگر باور نکنی کو خیلی رفته برای یکون که از بسنج کی باشه چی میگی اوه جیگر ایره صدقه کورچه از یادم بر اومد گرگالی تو را گفته استایی کسی باشه چی مرا یک یکم رفیقی نزدیک نباشه ها هو مرا گفته استای الو ای جون چی باید قبه مرشیدی یا برزنگ نمیزنی؟ اوخی کورون بسیار شدگیه برای چی آوازات دیگه های تو جهانگیر نستی؟ کی تو؟ ما وای نامی ما گرگالی همون جوره جهانگیرین که دوی موی جامعه به قسم پیشه هوای؟ ما همو وای خودش کنی وای حالی کمتر کار داره اگر یگون گپی گفتن داشته باشین ما دا بگین ما میگم شه نه من کتی تو عموما گپ نمیزنم اگر تو را ای پیش بینم دیلم به حضور میشود چی؟ خیلی دوای مایلا تام خای مانی تلفن تا بگی گفتگو جهانگیر جون اومد بگو وای جیگره که من حال امایدش نبرو مرده فقط راست بگو چی گفت؟ هیچی نه احوال پرسی کرده بعد؟ با یک کمتر گپی بجا گفت مرا چی میگفته او؟ هیچی همین فقط گفت هر وقتی تو را بینه دیلش بجا میشه آخه گفت او باید مرا میگفت که من برای تو جان نمیتون حالی به من 10 منو دیره من 4 نیده بمونو من ده اول همقلی دخترها بیره معقول نبود به من 4 نیده پرتون اتف چون که بگی در 4 نی پرتون شما اینا جان زبی 4 نیداری تمام اینا اگر یکی مرا پرسن نستای بگو در حقی تو کی خیلی گپا را بگن گم شون که نبینیم شما ها بابای چیکار کرده استی؟ همین زمین ملایم کنم ما می خود در یک گپ داشتم نمیدونم بگم یا نگم چی گپ داشته؟ همون رفیقت آمده همش را گفت من شما را نقص فهمیدم او نه ما یک گپی اللهی داشتم خود در بابا چی؟ خیلی گپی الهی ده کنی گپ زن؟ اوخی وای کنی؟ شخه بگو ما گپ زن چهل گپی الهی ده وای بابای تو میدونی ما اگر 3 دیل می داشتم کو همو هر 3 شکو فقط برای خودت او مایل ما گفتم که من یک گپ دارم تمام حال جهانگیر یه سطحه آدم گریش تو مرا نادرست فهمیدی بابای جهان چی گفتی؟ باید بینانه میگوید که اگر من 3 دیل میداشتم هر 3 دیلم را فدای تو میکردم میگوید نه خب همین گپ را در روی من گویی
من به شما چند بار گفتم که به من گپی زیادتی نگویید. من مانند شما نیستم، فهمو؟ جان کلت بردار یا سلفی کنیم. نگنش Sola tu mamma manyo. Oui, Miklesia. Aynı mekanda. Yine bak sola sen oldu. Mamma manyo. Oui, Miklesia. Salam avrusu içmiş ama. سلام فوسی تعلق. سلام دوستان عزیز، در پست یوتیوب در اومده با حرفای انگلیسی انس جان تیوی نویسنده داخل میشه. با یک کنی کانال در اومده حتما پادکست میکنیم و زنگولچه رو زیر میکنیم که از ویدیوهای نوی این کانال ما خبردار شویم. بهترین کانال است. کانال رو ما شما توصیه میدیم. دروین پادکست کنیم برادر خدمت دستگیرش